سلام عزیزم، خوبی؟ حالت خوبه؟ چیکارو میکنی؟ ببخشید دیروز نتونستم بهت پیام بدم، سرم خیلی شلوغ بود. فقط خواستم بهت بگم که خیلی دوستت دارم، عاشقتم، نگرانم نباش. چقدر طول کشید؟ 11 ثانیه. کسی که 24 ساعت از تو بیخبر میمونه یعنی 48 ساعت هم میتونه، یعنی یه هفته هم میتونه، حتی یه ماه هم میتونه. پس کسی که یهو قید میزنه یعنی در واقع داره تو رو نادیده میگیره. کسی که تونسته از فکرت بیاد بیرون در واقع غرورش رو به تو ترجیح داده. اصلا از کجا معلوم جایگزینت نکرده باشه؟ تو این دور زمونه کسی که ازت بیخبر باشه یعنی قدرت اینو داره که اصلا بهت فکر نکنه و این یعنی که هیچ کس تو نیست. نخواستم ناراحتت کنم و فقط خواستم بهت بگم که فقط به خودت تکیه کن. همین. دوستت دارم.